امروز داخل دکان که میشه یه خواهر چادری داره، چادری رو میزنن بالا. دکاندار محرم است، پیش دکتر بسیار عفو میخوام. این حقیقت هاست که باید گفت. به این سرزمین خیلی زنانی هستن که پیچکاری میکنن، میرن پیش مرد که ملا صاحب محرم است. کی گفته؟ دکتر صاحب محرم است. یعنی کی گفته؟ برادر قرآنی است. خود تو اینجا اصلا نامحرم در دنیا وجود نداره دیگه. یکی خب ملا است، یکی قاری است، یکی دیگه دکتر است، یکی دکاندار است. خب هیچ نامحرم نماند دیگه. این برادر قرآنی است. این همسایه ما که کلمه کلام شده بود. خب بچه خاله است، او بچه مامای است، بچه کوکای است، نمیخوره خب مرا. گل خو نیستم که مرا بکنه. این کل چیزهایی است که شیطان در اینجا برای ما بلوتوس میکنه. دین خدا بهانه کار نداره. چیزی را که دین گفته نکن بهانه نیاور، بدبخت میش. این من مثالش براتون گفتم. گفت قلب من به ایورم رفته. چیزی را که دین میگه محرم نیست. ببین من صحبت کرده بودم هفته پیش درباره، شما گفته بودم فکر میکنم، درباره همی که دست خسرو بوسیده نشه. نه شما گفته بودم، نه اوجا گفته بودم. کسی سوال کرده دست خسرو رو ببوسیم نبوسیم؟ گفتم نه نبوسیم، محرمتان است ولی نبوسیم. بعدش که از اون مجلس بیرون شده بودم یک مرد آمد گفت امروز درباره این صحبت کردی که دست خسرو رو نبوس. گفت زن ما دست پدر من میبوسید. سال تیر شد، سال دیگر سر زن من علاقه کرده بود. 3 مرتبه سر زن من حمله کرد ولی بگیرش نامد. ببین چیزی را که دین میگه. کسی که به این دین عمل نکرده و موفق و کامیاب شده یک نمونهش به من نشان بده. کسی به این دین عمل کرده ناکام شده یک نمونهش به من نشان بده. یک خواننده که خوشبخت شده یک نمونهش به من نشان بده. ولی الله وقتی به دین کسی را عزت داد، تو فکر نکن دنیایی که ما زندگی میکنیم دنیایی است که به دیگه هنرها انسان رشد میکنه. نه، ذاکر نایک همین هنر دین داره، کل دنیا احترامش داره. فقط از این قرآن میگه، از این قرآن میگه. شما ببین اونایی که سوپر استار هستن در فیلم ها بازی میکنن، برین زندگیشان سعی کنین. زن از خودشان نیست. یک روز در بغل یک کس عکس گرفته، یک روز در بغل یک کس عکس گرفته. اعتماد وجود ندارد. فقط مجبور هستن بسازن. فعلا دنیا کامراهایشون نصب شدگی سرشان به خاطر پول، به خاطر که مردم خفه نشه، هر کاری که به خانوادهشان اتفاق میفته انجام میده. پدر با دختر فیلم پر میکنه. دختر فیلم است، پدر بچه فیلم است. چی میآموزه به ما شما؟ بنان مادر گرامی، فرزند عزیز است. یک جمله یادت نره، فرزند عزیز است، تربیهش عزیزتر. فرزند عزیز است، تربیهش عزیزتر. زن عزیز است، تربیهش عزیزتر. چرا فرزندی که تربیه شد تاج عزت هم در دنیا برات میشه هم در آخرت. ولی او کسی که بچهش خوب خوشتیب است، خوب قد بلند داره ولی زناکار است، او در مجلس سرش خم، هر کس بچه خود توصیف میده سرش خم. او که دخترش فرار کرده سرش خم. او که دخترش با عزت به نکاح رفته، به یک انسان با عزت داده شده، او افتخار میکنه فلانی داماد من است. او از او صحبتش شنیده، درباره یک کس صحبت شده، این نزدیک رفته، همون داماد من است. نزدیکش میگه او بچه خاله من است، او بچه عمه من. افتخار میکنن یک نفر اصلاح شده، کل قوم افتخار میکنه.
در هر مجلس و محفل که آواز از او بلند میشه، دختر خالش می بچه خالم است، بچه مامایم است. ولی اگر یک دختر بی حیا و بی حجاب باشه، صدا زنه که قومای کی است؟ ام بچه دختر خالش هم آرام خودم میگیره، نمیگه که دختر خالم است، میگه مرا بدنام میکنه. هست یا نیست؟ میره با آواز بلند میشه. بعد از اینکه بدنام شد در عروسی نمیرن که کلی که به ما سعی میکنه. خیلی اگر گناه خوب می بود، چرا ما روی خود پت میکنیم از گناه؟ چرا گناه رو پت انجام میتیم؟ چرا داخل خانه بسته انجام میتیم؟ چرا داخل رمز گوشی خود انجام؟ روز ولنتاین خدا فراموش میشه، بس روز نوروز باز الله را کس نمیشناسه، روز سالگیری کسی باز الله را نمیشناسه. باز کار را انجام میتیم که دیگرها بدن. میگه مثل دیگرها باید باشید. یک اصطلاح هم دارن، چی میشه؟ میگه همرنگ کی باش؟ همرنگ جامعه باش. همرنگ جامعه باش. اشتباه هست. پس مادر گرامی، گفتم فرزند عزیز است، ولی تربیه فرزند عزیزتر. من چند تا نکته اینجا بر شما زیاد تذکر بودم. یکی از اونها، نباید بیش از حد به فرزند ناز داد. هر دختر و بچه‌ای که به ناز بزرگ میشوند هنرمند نمیشن. آینده هنر علمی پیدا نمیکنن. آینده اینا کسایی نمیشن که درد مردم را احساس بکنن، چون خودشان درد ندیدن. خوراک و پوشاکش آماده است، دست خود به آب گرم و سرد نمیزنن. بچه و دختر ما باید با ناز بزرگ شود. نه، آیندهش خیلی خراب است. به خاطر که همیشه کنار پدر خود نمیمانه و پدر و مادرش همیشه زنده هم نیست. قرار است در آینده خیلی نزدیک زندگی مستقل خودش بسازد. پس این کسی نیست هیچ چیزی از زندگی خود سر در نمیاره، از زندگی خود هیچ چی نمیفهمه. پس اگر ما تلاش بکنیم محبت به اولاد خود داشته باشه. ولی من همیشه میگم که پدر و مادری که از خدا بیخبر هستند فرزندانشون یتیم هستند. پدر و مادری که از خدا بیخبر هستند فرزندانشون یتیم هستند. همین مثال من، همین سخن من 80% نه 90% در جامعه فعلا تطبیق میشه. 90% در جامعه فعلا رنگ داره. یعنی 90% فرزندان مثل خودرو هستند. میبراین نمیفهمن چی کار میکنن. دختر نمیفهمن من چی کار بکنم که خدا را راضی بسازم. با کی ازدواج با سرنوشت خدا گم کرده. یک حالت خیلی خراب با شوهر خود در داخل خانه هست. هیچ کسی نداره به همراهش مشوره بگیره. هیچ کسی نداره به همراهش یک راه نشان بده. چون مادرش آلوده است. مادرش از خودش بدتر است. خواب برده یا خوابیده را کی کند بیدار؟ کسی که خودش خواب باشه، کسی که در کنارش از او خواب باشه نمیتونه رو بیدار بکنه. اول خودش بیدار شه و بعد او رو بیدار میتونه. امروز که مادر خواب باشه، این دختر خواب چه قسم بیدار بکنه؟ پدر خودش خواب باشه، بچه خواب چه رقم بیدار کنه؟ پدر خودش سیگرت بزنه به بچه خود بگو سیگرت نزن. پدر خودش چرس استفاده میکنه، بچه خود بگو چرس نزن. پدر خودش نمبر 1 زنکه باز، بچه خود بگو زنکه باز نباش. پدر نماز نمیخونه، بچه خود بگو نماز بخون. از پدر مرده یعنی معجزه میشه که یک اولاد زنده به وجود بیاید. از مادر مرده معجزه است که یک دختر زنده به وجود بیاید. پس نباید بیش از حد به فرزندان خود ناز و نوازش داد.